الحمدلله وحده و الصلاة و السلام علی نبی بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعضی از برادران و خواهران عزتمند درباره ماه شعبان از بنده بعضی سوالات میشید. خواستم در این باره کمی با شما یک دو سخن داشته باشیم. اگرچند در این باره حدیث های زیادی هسته، لیکن اون حدیث ها اکثریتش به مرفوع و به ضعف میرسد. لیکن یک چیزی هسته که باید انسان هر عبادتی که در این ماه میکند، مثلا شب زنده داری میکند، نماز خاص برای شعبان گفتن، چند رکعت خوندن، چی نماز نیت کردن، این گونه فکر میکنم که اصل اساس قوی ندارد. لیکن اگر انسانی که شب زنده داری میکند، این شبها را در این ماه شعبان و چه روزه نافله میگیرد، اون از دیدگاهی بگیم که علمای اهل اسلام باکی ندارد، فقط خواسته نکنند. همچنان امام شافعی رحمه الله در کتاب ام الشافعی صفحه 171 در فضیلت این ماه میفرماید: قال الشافعی و بلغنا انه کان یقال ان دعاء یستجاب فی 5 لیال فی لیلة الجمعه. امام شافعی رحمه الله میگه بر ما رسید که این همین دعا استجابت میشه، یعنی دعا قبول میشه در 5 شب. یکم فی لیلة الجمعه، در شب جمعه دعا مستجاب میشه. و لیلة الاضحی، در شب عید قربان میگه دعا مستجاب میشه. و لیلة الفطر، در شب عید فطر یعنی عید رمضان دعا مستجاب میشه. و اول لیلة من رجب، و در اول شب ماه رجب دعا مستجاب میشه میگه. و لیلة نصف من شعبان، یعنی در 15 شب ماه شعبان، در شب 15 ماه شعبان میگه دعا مستجاب میشه. در این بارها این در بیان فضیلت ها اومده است، لیکن عبادت های مخصوص بگیم که در این رابطه نیست. بچه خاطر به خاطر که جهاز حدیث ها از امام ترمذی، ابن ماجه دیگر اومده است، لیکن بعضیش مرفوعا اومده، بعضیش مقصد حسن لغیری هستند. لیکن به هر حال علما میگن که عبادت کرده شود، شب زنده داری کرده شود، لیکن نماز مخصوص، روزه مخصوص گفته نشود. این بود بنده به علم کوچک خود چیزی که در این باره معلومات داشتم به سمع شما رساندم. الله متعال همه من شما را از فضیلت این ماه با نصیب گرداند. آمین.